سیگارت حلال است، چون که ما برادر را میگوییم حرام میگوییم و میگوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است. دلیل صدها دلیل وجود دارد. بایدش دادری تو دلیل نیافته است، من صدها دلیل برای تو مییابم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است. در قرآن نگفته است کنیک حرام است. در قرآن نگفته است گیرین حرام است، ککین حرام است. نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد. بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر، ببین خمر حرام، 4 حرف خمر. در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل، هر چیزی که با عقل مبارزه میبرد همش خمر است. چی گیرین باشد، چی ککین باشد، چی نوشاکیش باشد، چی دودیش باشد، هر چی که باشد عقل زائل میکند، عقل دور میکند، آدم از عقل بیگانه میکند، در کلمه خمر داخل میشود. پس در قرآن لازم نبود که سیگارت ناس ذکر شود. پس که آن چیزی که به نفس تو ضرر دارد و آن چیزی که به رفتن پولی تو ضرر دارد و حرام است. حبیب خدا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود میگوید از روی گناه برای شما ای بندگان خدا آنقدر بس است که اگر 1 سامانی تو در خریدن سیگارت یا ناس صرف شود، 1 سامانی، این حق فرزندای توست. خدا در قرآن میگوید که شما بر نفسهای خود ضرر نیارید، با دست خود نفسهای خود قتل نکنید. ما با دست خود من قتل نمیکنیم. آیا در همون خطیه که همون سیگارت چی نویسانده شده است؟ خطرناک است برای حیات شما. همون بس نیست برای ما، همین بس است. برای حیات خطرناک است. دلیلش برای تو برای آدم همون کلمه روسیه که در قطعه خودی سیگارت نویسانده شده است. همون دلیل است خودش. برای همین برادر عزیز گرامی این حرام است. اگر کسی که میکشد در حرام کرده خدا چنگ زده است. اگر طهارت داشته باشد طهارتش میشکند، بازم این پیشگاه خدا را مسئول کند.